این هفته خبر تو خبر رونمایی میکنه براتون از قمپوزی که عظما یک هفته پیش در کرد. حالا شما در 22 بهمن انشاءالله خواهید دید ملت ایران چه خواهد کرد و چه حضوری خواهد داشت. اون وقت معلوم می شود که آیا ملت ایران دستش بسته است. اما در روز 22 بهمن نمایشی که قرار بود نمایش اقتدار باشه تبدیل به یک کارناوال مضحک حکومتی شد. مذاکره با عزت. جوون مد روزم داریم اینجا. تیپ مهمی عشق رهبره. بله تیپ مهم نیست، مهم ساندیس و ناهار مجانیه که یه مقدار صحنه رو پر کنه، وگرنه اگر منافع ولایت ایجاب کنه هر تیپی حلاله. تریپ دلغکی، تریپ نیماری، تریپ بدحجاب. این حضور فایدهش چیه؟ دوست داشتن انقلاب. تو بعضی از شهرستان ها هم اینقدر راهپیمایی به خنس خورد که با غالب کردن اون تحت عنوان ورزش صبحگاهی قضیه رو ماستمالی کردن. مقوله ورزش چیزی هست که ما این رو باید در عمل برای خانواده ها، برای همکارامون به اثبات برسونیم. این که فقط شعار بدیم که ورزش چیز خوبیه، برای سلامتی و تندرستی مفیده، این تنها مؤثر نیست. تیبیریش که دید تو صحنه جمعیتی واسه نشون دادن نداره، رفت تو خط فیلمسازی و فیلمبازی با سوژه های 2-3 نفره. یک اثر هنری آموزشی برای خانواده های ولایت مدار که نشون میده چی کار باید بکنن تا سهم ساندیسشون بیشتر بشه. زیر سقف این خونه اجاره‌ای خانواده‌ای 3 نفره زندگی میکنن. حدود 8:30 که میشه مهدی و خانواده‌اش از منزل خارج میشن. بالاخره به مسیر اصلی راهپیمایی رسیدن. دوباره بگو دخترم یاد بگیره. دوباره بگو. آفرین. نکن بابا اماممونو. امام بوده. بابا اینا رو می‌بینی؟ این کارهای بد کردن. می‌بینی؟ شبیه عروسک‌های زشت درستشون کردن. وقتی هم که خواستن یک گزارش زنده از صحنه بدن، این گزارش نفسگیر از صحنه تظاهرات در اومد. نباید زنگ بزنی چون خلوت الان. آیا عبادی جلوی بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش ما رو همینک از تقاطع رودکی خیابان آزادی میبینید و میشنوید. همونطور که مشاهده میکنید ساعت 11. الو. سلام. های بلیط می‌کنی؟ ساعت داریم. خانم جان بسش کن. بیا بسش کن. 941. صدا داری؟ ببین ساعت مچی داری؟ ساعت مچی. یه دقیقه به من بده. یه دقیقه دست من. سری. بعد ساعت اعلام کنم. وقتی وعده عظما برای قدرت نمایی تو 22 بهمن تو زرد از آب در اومد، تنها کاری که برای آخوندا موند قرقره هارت و پورتای همیشگی بود. امروز بزرگترین ارتش و نیروی نظامی خاورمیانه هستیم. اگر تا دیروز میخواستن اینها اسرائیل را به عنوان بزرگترین ارتش و قدرت نظامی خاورمیانه معرفی کنن، امروز دیگه همه اعتراف میکنن. در واقع ایران اسلامی است که امروز از نظر نظامی حرف اول رو تو خاورمیانه میزنه. تجربه نشون داده که اینجور قلدری کردن تو منطقه معمولا آخر و عاقبت خوبی نداره. حالا از ما گفتن بود. اگه بقیه تو نظام ولایت کارشون شده فوت کردن تو بادکنک اقتدار، این بزبز قندی علاوه بر این که فوت میکنه خودش هم میترکونه. اول فوت میکنه. الان ایران جزء 7-8 کشور تعیین کننده سرنوشت جهان شده. به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک
و مبارزات انقلابی و چریکی و نظامی یک ابرقدرت شده. اما بعد خودش میترکونه. به لحاظ اقتصادی مشکلاتی هنوز هست که اونم با توجه به وضع اقتصاد پیچیده شبکه هایی که به هم متصلند و تحریم و اینا میکنن این مشکل وجود داره. کسانی فکر میکنن با زوم کردن نگاه به خارج کشور مسئله اقتصاد کشور حل میشه و این یک اشتباهه. چنان که اونایی که فکر کنن با قطع رابطه کامل با کل جهان مشکلات اقتصادی کشور فکر میکنن حل میشه، اینم اشتباهه. نظر درست همون نظری است که انقلاب اسلامی از اول بحثشو کرده. آها، وقتی صحبت از اول انقلاب میشه باید رفت سراغ یکی که از اول انقلاب بوده. نظر خمینی دجال درباره رابطه با جهان رو از زبان آقای منتظری بشنوید. گفتم که آقا ما نمیتونیم دور کشورمون دیوار بکشیم، بالاخره میخوایم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشون فهمیدن نه خیر، ما میخوایم دور کشورمون دیوار بکشیم. سوال هفته: چرا آخوندا اینجوری جفت پا پریدن تو جنگ نرم و کار فرهنگی؟ حاج آقا شفتالو پاسخ میدهد: حقیقتا اگر ما در مورد جوانانمون و در زمینه فرهنگی کار نکنیم، فردا باید چندین برابر این بودجه رو در زمینه‌های نظامی و انتظامی خرج بکنیم تا بتونیم که جلوی بعضی از ضد ارزش‌ها و ضد فرهنگ‌ها رو در جامعه بتونیم بگیریم. حالا با این مقدمه میریم ببینیم که برای کار فرهنگی نظام چه نیروهایی رو اختصاص داده و اونا رو از کجا پیدا کرده. ما سال 66-67 می‌خواستیم از اهواز بریم مراغه، 3 ماه طول کشیده بود. بعدم که رسیده بودیم گردرش 106 بیبر شلیک میکرد، کاتیوشا بیبر شلیک میکرد، توپا ارتش بیبر. ما یه بسد واسده بودم یا امام زمان خط کدو بره، ما کجاییم؟ بازم توجیه نبودیم. گفتن چی نیرو خوبیه این پاسدارش کنیم. گویی خیلی نیرو خوبیه این پاسدارش کنیم. ما پاسدار کردن و سرنوشت ما گره خورد با سقف. ماشاءالله شاه مرادی زاده بچه رزمنده قدیمی بعد از جنگ تو چندین جبهه به میدون اومد. تو صنعت فیلمسازی و گود بازیگری و عرشه نویسندگی. حالا ببینیم که با این مشنگای فابریک تو کار فرهنگی سینمای نظام بعد از 36 سال الان به کجا رسیده. توجه شما رو به جنبندی تیوی ریش از بزرگترین جشنواره سینمای نظام جلب میکنیم که در یک کلام بنبست در این عرصه رو هم به نمایش میذاره. سینمایی که به گفته منتقدان در جشنواره 33 رنگ یأس و ناامیدی در آنها پررنگ است و مصرف مواد مخدر و سیگار را افراطی به تصویر می‌کند. چیزی که مصرف نمی‌کنه. چیو؟ همین شعری که خانم الان خوند. شعر رو رقابتی برای به تصویر کشیدن جامعه‌ای بیروح و ناامید که جایگاه سینمای انقلاب و دفاع مقدس جشنواره امسال کجاست؟ دیگه خبری از فیلم چه و فیلم شیار و فیلم مزرعه پدری و دیگه اون اتفاقا نیفته. خانواده ها بعضن اگر تازه پاشن برن سینما، خب یه دفعه میرن، از قبل ممکنه راجع به فیلم اطلاعات زیاد نشوشن، میرن داخل فیلم و با یک فضای سرد و بیهوده‌ای گاهی روبرو میشن و ممکنه تا مدت‌های مدید دوباره برنگردن سینما. این هم واکنش یک کارگردان برنده که قرار بوده سیمرغ بلورین بگیره، منتها قندون ملامین نصیبش شده. خیلی مخلصم، خیلی مخلصم. آقای رضا داد داشتین؟ سیمرغ کو؟ چرا؟ این دست در نکن. انشالله که مبارک آقای جلیلوند باشه. و وضعیت بیرونی نظام که واسه همه روشنه، اما حالا بریم ببینیم این حجت الاسلام کشکک از وضعیت درونی نظام چی میگه. ما مشکلات زیادی تو جامعهمون هست، ناجوانمردی ها و جفاهایی رو از خودی ها میبینیم، شماتتی رو از غیر خودی ها که دیگه جای خود داره میبینیم. وضعیت طوری شده که کمبود خنده هم به همه کمبودها اضافه شده.
راجع به کسری‌ها صحبت کنیم. از همه چی مهمتر تو این روزا کسری فکر می‌کنم خنده رو لب مردمه. از همه چی ناقص‌تر این لبخنده است که پشت چراغ قرمز بی خودی می‌بینیم همه چرا انقدر بی‌دلیل هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی بی‌دلیل همه ناراحت، همه داریم خودمون رو بی خودی ذوب میکنیم، از بین میبریم. از اونجایی که یکی از بدبختی‌های گشت ارشاد کتک خوردن از دست مردمه، نخبگان نظام کلی زور زدن و یه اختراع جدید کردن که تلفات ندن. خیلی ساده فیلم یه پلیس رو پخش میکنن که راه و بیراه به ملت تذکر لسانی بده. برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط قطعات خارجی اومدیم دستگاه رو ساختیم. خود درگیر سران نظام هم به مجریان تیوی ریش سرایت کرده. ظاهرا این مجری پشم و شیشه آخوندی تنها راهی که برای جلب توجه پیدا کرده ضایع کردن خودشه. سلام هومن جان، صبح جمعت بخیر و شادی. انقدری که تو لباس و شلوار و تیشرت داری من جوراب ندارم. میخوامت زرد قناری 919 75 41. راحت باشین هرچی میخوایم بگین به خدا. بعد عرضم به حضورتون که سلام عمو هومن، چرا جمعه به شنبه نزدیکه ولی شنبه به جمعه نزدیک؟ مخ من نمیکشه این سوالا رو، من نپرسید. من یهو قاطی میکنم و ریست کنم و به وسط برنامه. آها میدونم هیچ ربطی به برنامه‌تون نداره. خب برای چی پس سوال میکنین اگه ربطی نداره؟ خیلی متشکرم. وقتی یه آخوند استودیو ندیده مهمون برنامه بشه و به این سادگی ها حاضر نباشه میکروفون رو ول کنه، اون وقت یه چنین سوتی بازاری رخ میده که این برنامه رو به هیچ رقمه نمیشه تموم کرد. حتما بخرید و مطالعه بکنید. خیلی متشکرم حاج آقا، انشالله که خدا توفیقتون بده. کوچک شب 21 بهمن شما من و حاج آقا باید گپمون رو بزنیم، با شما باید خداحافظی کنم. بله حاج آقا. شب 21 بهمن من سخنرانی داشتم در کرج، دیگه تاریک شد و نشد بیان تهران. بعد گفتن ارتش قزوین داره میاد تهران. حاج آقا میگن باید خداحافظی بکنیم الان همه جمله رو گفتم خداحافظی. بله. من زنگ زدم به دفتر امام، اتفاقا گوشی رو رهبر انقلاب برداشت، حضرت آیت الله خامنه‌ای. بله. گفتم آقا ارتش قزوین داره میاد. گفت خلاصه خیلی آرام گفت ما یه جان داریم، این جان بهتر اینه که در این راه به شهادت برسه. خدا حفظ کنه همه بزرگان و بزرگواران رو، خدا نگهدارش. سکانس پایانی برنامه این هفته یه دوربین مخفی جالب در آمریکای لاتینه. درسته که دوربین مخفیش ترسناکه، منتها دیگه نه تا این حد. Olha o susto. A hora de vocês chegou. Bagadeira chamando, claro, o camarada tá correndo, não tem jeito. Não tem jeito. Vocês dois aí, a hora de vocês chegou. Venham. Levem os carros. Ei, você, não fuja. A senhora chegou. Eu vim te buscar. A hora de vocês é essa. Não fujam. Não tem. A senhora chegou. Eu vim te buscar.